ما در حال تماشای پخش زنده منزجر کننده هستیم. بر اساس گفته منابع پلیس ما در محوطه فرودگاه در حال درگیری با اشخاص مبتلا شده خشنی هستیم که به انسان‌ها حمله می‌کنند. حتی بعد از 2 ماه این پاندمی متوقف نشدنیه. با وجود تلاش‌ها این موضوع هنوز ادامه داره. علائم نشون میدن که بعضی مواقع طی چند روز یا حتی چند دقیقه مردم به هیولاهای کنترل نشدنی وحشی تبدیل میشن. با اونا خیلی خیلی خطرناک هستن. امروز سازمان سلامت جهانی رسما اعلام کرد این یک پاندمی بین المللی است. ما میمیریم. این آدما بیمارن و چطور جرأت میکنید بهشون بگید وحشی؟ من فقط یه چیزو میگم، این خبرها الکیه. به قرنطینه فرودگاه نفوذ شده. مقامات از همه میخواین که توی خونه هاشون بمونن. در حال حاضر از خونه به هیچ وجه بیرون نرید. وضعیت کاملا وخیمه و همین الان در حال رخ دادن. اینو باید بفهمید. ما مشاهده کردیم که پلیسا در صحنه در حال فرار بودن و گارد ملی داره عقب نشینی میکنه. حکومت نظامی از همین الان شروع شده. سعی نکنید فرار کنید. همون جایی که هستید بمونید و مخفی بشید. به اردک شلیک میکنی؟ خب دردم گرفت. یه خورده لاغر شدی. چطور یکم با هم دیگه خوش بگذرونیم؟ به نظر من به جای شلیک کردن بیا بری با هم دیگه خوش بگذرونیم. مامان، اونا باور ندارن که مقامات بتونن شرایط رو کنترل کنن. مغازه ها بسته شدن، خدمات عمومی در دسترس نیستن و وحشت کل شهر رو فرا گرفته. جامعه به این روز افتاده و اون وقت شما میخواین این کارو بکنین. نمیشه همینجوری بهشون شلیک کنیم. اونا آدمن. مردم از قضیه شهروندا محافظت میکنن در حالی که شما فقط دارید از حق و حقوق مامان حرف بزنید. در حالی که اونا اصلا آدم نیستن. عقلتون رو از دست دادین. این حقیقت نداره و خودتونم میدونید. ما شاهد مرگ کشور هستیم و تنها چیزی که برای شما اهمیت داره فقط این مزخرفاته. گیرت انداختم. من بدون تو نمیتونم برم. میدونم که به اندازه کافی قوی هستی. تنهایی از پسش بر نمیام. بذار با بچه ها حرف بزنم. بچه ها بیاید اینجا، باباتون میخواد باهاتون حرف بزنه. سلام فسقلیه بابا. پس کی میای خونه بابایی؟ نمیدونم عزیزم، باید به مادرت کمک کنی و وسایلتون رو ببرید خونه خاله کری. اما من از خونه خاله کری خوشم نمیاد. میدونم. وقتی کارم اینجا تموم شد میام دنبالتون. باشه باشه. نگران نباش. نگاه کن، دستبند شانسمو بستم و میتونم جادوش رو حس کنم. بهت قول میدم که همه چیز آخرش خوب پیش میره. خداحافظ. کیفتو بده به من. اینو بگیر. برید برید برید. برید برید. نزدیک من بمونید. ابی ابی. ابی. ابی.
چیزی نیست. دیگه جاتم نه. بیا اینجا. آره. چیزی نیست باشه؟ الان جات امنه. خب خیلی خوب. چشماتو ببند، گوشاتم بگیر. خوبه. خیلی خوب. از اینجا میبرمت بیرون. منطقه سکوت. ده سال بعد. Take a stroke further out in the harbor. Take a breath and he turns diver down. Down, diver, down, diver. Keep swimming down, diver. Get it all out and go wash it all away. Down, diver, down, diver. Keep swimming down, diver. Get it all out and go wash it all away. Can you wash it away? خودت که میدونی چی کار کنی. خوب نشونه بگیر. رو هدف تمرکز کن. نفس بکش. انگشتتو بذار رو ماشین. اینو یادت باشه پیرمرد. عوضی. ابیگیل بیا بریم.
وقت شامه. تمام شد؟ یکی، فقط یکی. خب ما 39 تا بذر داریم که فقط برای آب و هوای استوایی خوبن، بقیه‌اش هم از شهر گاردن میگیریم. سخت به عنوان کشاورز خودمون رو تصور کنم. دلمون واسه ماجراجویی تنگ میشه. من دلم واسه اونا تنگ میشه، نه چیز دیگه. درستی میخوام اکثر وقتمو صرف نشستن تو ساحل بکنم و آب پرتقال بخورم. میخوام زودتر اقیانوس رو ببینم. فقط 2 هفته، بعدش دیگه آرزو نیست. دیدبانه؟ آره، پس گله باید همین نزدیک ها باشه. حداقل 30 تا وحشی. وسایلتو جمع کن، باید بریم. حواست کجاست؟ زود باش، باید بریم. مسخره. میتونیم بریم سمت شمال. میتونیم از چرخ و فلک بریم بالا. نه، برای گشت و گذر زیادی بزرگی. خیلی خوب. میتونیم با هواپیما بریم جزیره. من از پرواز متنفرم. فقط طبق برنامه پیش برو باشه. میگم اگه دیدبان نبوده باشه چی؟ شاید فقط یه وحشی تنها بوده. آخه اینجا هیچ کس به جز لعنتی. خیلی خوب.
مهمات 31 از 9 میلیمتری مونده بود، 40 تا از مدل 556. میتونم بزنمش. این دفعه عجله نکن، منتظر بمون. نه 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 نه. لعنتی، بهت گفتم عجله نکن. از همون گله است. حتما نزدیک شدیم. ابیگیل ماشینو بگرد. ابیگیل بیا بریم. بیا خیلی خوب. شرمندم رفیق، نمیتونیم گلوله هدر بدیم. بوتای قشنگی داری، میشه برشون دارم. ترور کجایی رفیق؟ تمام. چیزایی به درد بخوره بردار بزن بریم. اگه سری باشیم میتونیم به پل برسیم و گله ما رو نبینه. اما اونا رو که میبینم. به ما ربطی ندارن. باید بهشون هشدار بدیم. ترور کجایی پسر؟ جوابشون نده. یکم فکر کن. وقتی برسن اولین سوالی که به ذهنشون میرسه چیه؟ میپرسن بقیه کی میرسن. ابیگیل! نهای! ابیگیل! آهای! وایسی! اینجا چه اتفاقی افتاده؟ به دوستات حمله شده. سلاحاتونو بندازید و دستتونو ببرید بالا. گفتم سلاحاتونو بندازید و دست کوفتیتونو ببرید بالا. خیلی خوب پسر، آروم بگیر مرد، آروم. برو بگردش. ما نمیخوایم بهتون صدمه بزنیم. خفه شو. خیلی حس بدی دارم. اون فقط یه بچه است. نگاه اون گنده بکر رو دوست ندارم. آره میدونید ما از کیا بیشتر از همه بدمون میاد؟ غارتگرا. یه چی بهتون میگم که خوب تو کلتون فرو کنید عوضیا. وسایلتون رو بر میداریم، پاهاتون رو میشکنیم، ولتون میکنیم تا بپوسید. اشتباه متوجه شدید. او واقعا کثافت فسقلی. هی این کارو نکنید. بذاریدشون زمین. این کارو نکنید. آروم بگیر. بذارش زمین. آروم بگیر. سلاحاتونو بذارین زمین. ما نمیخوایم به شما صدمه بزنیم. مگان برگرد تو ماشین. ما فقط میخواستیم هشدار بدیم. درباره چی هشدار بدیم؟ وحشیا باید از اینجا بریم.
برگردید تو ماشین اول شروع کنید. لعنتی مهمات 16 تا 9 میلیمتری با 37 تا 556. لعنتی تقریبا همه چیزمون از دست دادیم. با خودت چی فکر کردی که با این وضعیت اومدی سفر؟ همه چیزمون تموم شد، برای همین مجبور شدیم که بریم. کجا برید؟ شمال شرق 1 کیلومتر کنار رودش هست، یه پناهگاه. چقدر به سایمانت مونده؟ این هفته 35مه. خب یعنی چی؟ یعنی نزدیکه. شما چی؟ شما کجا میرید؟ قطعا شمال شرق نمیرید. چرا نه؟ ما چند تا کلونی رفتیم و وضعیت همشون یکی بوده. چه وضعیتی؟ هرج و مرج. چه لعنتی! بیایید بیرون. شاید بتونم درستش کنم. نه، به رادیاتورش تیر خورده. قطعه جایگزین نداریم. تو دیگه کی هستی؟ یه بچه خرخون؟ آره، راستی اسمم دیویده. منم ابیگلم. این یارو اخمو هم کسیوسه. اونم مگانه. سلام. خب حالا چی کار کنیم؟ وسایلتون رو جمع کنین، میریم. بیخیالش رو، ارزش نداره. باید به کلانی زنگ بزنیم، بهشون خبر بدیم که داریم میایم.
خوب به نظر میاد. خوبه. 5 دقیقه. باید برای شب یه پناهگاه پیدا کنیم. یه ساختمونی که تو معرض دید نباشه. اون خیلی دووم نمیره. اون مدرسه ابتدایی قدیمیه و خونه جکسون هم اونجاست. برای امشب خوبه. همینجا کمپ میکنیم. مطمئنی هیچی نمیخوای؟ نه ممنون. آخه ما به خاطر آلودگی فقط گوشتی که خودمون شکار کردیم و میخوریم. میخواستیم بابت کمکتون ازتون تشکر کنیم. نمیتونم تصور کنم اگه نیومده بودین چه اتفاقی میافتاد. من میتونم. درباره جایی که توش زندگی میکردید بهم بگید. چطوری بود؟ فقط یه مطرحه معمولی بود. دور از همه جا. یه زمانی 40 نفر بودیم و بعدش اسرائیل اومد سراغمون. کلونی چی؟ درباره‌اش چی میدونید؟ پشت بیسیم باهاشون حرف زدیم. آب و غذای زیادی دارن. حتی دکترم دارن. یه چند تا کشتی خرابه رو به هم چسبوندن. الان بیش از 100 نفر روی آب زندگی میکنن. چقدر فاصله است؟ نزدیک یه هفته راه داره. خطرناکه. اما رأی گرفتیم و اکثریت تصمیم گرفتن که برن. چون نمیتونستیم بمونیم. میدونی وحشی خیلی ها رو کشتن. بعد از آخرین حملهشون مجبور شدیم برای اینکه جلوشون رو بگیریم کل زمین گندم رو بسوزونیم. تقریبا چیزی برامون نمونده و اون تنها مکان امنیه که داریم. تو چی؟ تو چطور زنده موندی؟ چون که هیچ وقت وای نستادیم. کسیوس همه چیز رو یادم داده. شکار کردن و بقا رو و مهمترین چیزو این که تنهایی بهتره. فقط میشه به خودت تکیه کنی. لطفاً بگو نقشت این نیست. فقط ولگشتن تا وقتی که عمرت تموم بشه. نه، ما داریم میریم سمت ساحل غربی.
بعدش هم جزیره های کنار کشتی. خیلی خوب. پس اینجا جاییه که دوستتون مردن و اینجا هم جاییه که ما هستیم. من جاده پنجه قدیمی رو پیشنهاد نمی کنم، اما اگه برید سمت شمال از شهر خارج میشید و جاده 55 که اینجاست شما رو به رودخونه میبره. فکر میکردم که قراره با هم بریم که شما هم با ما میایین. آره. نه، ایده خوبی نیست. چرا نیست؟ خب چون ما تنها بازمانده های این منطقه هستیم و وقتی گله همه دوستاتون رو بخوره که هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته ما رو یادشون میمونه. پس منم میخوام وقتی این اتفاق افتاد تا حد ممکن دور بشم. فهمیدی؟ فکر میکردم به اندازه کافی دور شدیم. اندازه کافی؟ اینجا کافی وجود نداره، واسه همینم بهتون ملق نمیشم. نکتهش همینه. پیشنهاد میدم شما هم همین کارو بکنین. شرمنده ما فقط باید دوباره از اول کرکسیون جمع کنم. چند ماه طول میکشه تا بریم. چرا با اون کلونی یه سر نزنیم؟ به اندازه کافی سر زدیم. چرا این باید فرق کنه؟ میتونیم از همراهیشون استفاده کنیم. شاید این آدم ها فرق داشته باشن. آدم ها همه جای یکیه. مهم نیست جنوب باشن یا شمال یا توی پناهگاه. اما بازم نمیتونیم تنهاشون بذاریم. خودت قدیما میگفتی مردم به همدیگه کمک میکردن. گفتی این چیز خوبیه. و باز هم دنیا پر از جنازه آدمایی از خود گذشته است. اصلا هرچی. پس تفنگمو بهشون میدم تا حداقل بتونم یکم خوب بخوابم. خوب بخوابی؟ چطور میتونی بعد از جندی که امروز زدی خوب بخوابی؟ این حقیقت رو در نظر گرفتی که نزدیک بود اونجا بمیریم؟ اما نمردیم. نه به خاطر تو. لعنتی یبیکل، مسخره شیطون بیا پایین. بازم ما رو تو درد سر میندازی. فقط فکر کن. قبل از انجام هر کاری فکر کن. بابت درس امروز ممنون. خیلی به درد بخور بود. میرم نگهبانی بدم. ریش سیاه یک، ریش سیاه یک. پاپا هتل 5 صحبت میکنه. تمام. ریش سیاه یک، ریش سیاه یک. پاپا هتل 5 صحبت میکنه. تمام. نمیتونی بخوابی نه؟
منم همینطور. آرامش داره. تو اون دره واقعا کارت خوب بود. منظورم اون حرکاتته واقعا محرکه بود. شانسی بود. فقط شانس. مشکل شانس اینه که در نهایت تموم میشه. اگه راه فراری نبود باید چی کار میکرد؟ راحته. سوالم جدی بود. جواب منم همینطور. این نقشه دوم منه. حتی اسمم هم روش نوشته. واقعا؟ نه بابا، با این حال مال منه. خب اینم مال منه. اونم نقشه بدی نیست. آره چیزی نیست، فقط دستم پیش خورده. میدونی در مقایسه با چیزی که اون داره میگذرونه این هیچی نیست. میدونم که بابت اتفاقی که افتاد اون خودشو مقصر میدونه. اون خیلی باور داشت که بریم کالانی، بقیه‌رم راضی کرد. من فقط خوشحالم که امروزم زنده موندیم. کمکتون میکنیم برید تو کالانی. وقتشه بریم. زود باش. باید استراحت گوش کن، اگه وایسیم مردیم. من اینجا رو یادمه. با بابام خیلی می اومدیم اینجا. جدی؟ یه فرودگاه داخلی نزدیکی است. بابام قبلا یه هواپیمای کوچیک داشت، همش باش پرواز می‌کردیم. جدا فکر کردی اون هواپیما بعد این همه سال پروازم میکنه؟ قبلا یه عالمه هواپیما اونجا بود. قطعات جایگزین زیادی هم داشتن. از پسش برای این چیزا وقت نداریم. بازم نمیشه چند روز فقط راه بریم. گوش کن، من یه جا رو تو شهر میشناسم. اگه ابزار هنوز هم اونجا باشن یه راهی پیدا میکنیم. ماشین، موتورای قدیمی، هر چیزی که بشه. ما تا غروب آفتاب هم نمیرسیم اونجا، ولی تا فرودگاه همش 1 ساعت راهه. خیلی خوب، یه امتحانی بکنیم. گوش کن، فقط یه جاده به سمت فرودگاه هست. اگه ما سر بشیم دیگه تمومه. راه رفتن کمترین مشکلمون میشه. خب این فقط نظر توه. بیاین رأی بگیریم. کی پایه است؟
پس تصمیم گرفته شد. بیا اینجا عزیزم. بهشون شلیک شده. تازه هم هست. اون تو رو چک کن. 2 دقیقه وقت داریم. هر چیزی که به درد میخوره رو برداریم. باید یه چیزی بخوریم. از صبح جایی وای نستیم. تو فرودگاه یه چیزی میخوریم. چرا؟ چون انگار تنها نیستیم. ببخشید. شاید ما رو نکشه. قهوه باید امتحانش کنم. زدیم تو خال. به درد اونا که نمیخوره پس. ممنون. معذرت میخوام، به خاطر ما داشتین بحث میکردیم. نه، به خاطر شما نبود. برای بچه اسمی هم انتخاب کردید؟ هنوز نه، اما ترسی به خاطر اینکه اسم پیدا نکنیم ندارم. میترسم بچه‌م مجبور شه تنها بزرگ شه، که توی بی‌امنی زندگی کنه. فقط میخوام یکی کنارش باشه، مراقبش باشه و به خاطرش جونمم میدم. من خیلی نگران آینده‌شم. دیدی؟ هیچی نیست. چه بدشانسی آوردیم. باید برگردیم؟ نه، نباید برگردیم. این ایده واقعا احمقانه است. باید یه راه پیدا کنیم. خیلی خوب واسه گور بابات دیگه کافیه. دیوید آروم باش، داری چی کار میکنی؟ اینجاست، جایی که بابام هواپیماشو فرود می آورد. چطوری بازش کنیم؟ اگه بتونیم تعمیرش کنیم در عرض چند ساعت میرسیم اونجا. آها، اون وقت کجا هواپیما رو فرود بیاریم؟ وقتی رسیدیم به اونش هم فکر میکنیم. آها. محض احتیاط.
خیلی خوب. ما میریم یه سر و گوش یاب میدیم. مشکلی پیش نمیاد؟ نه. نظرت چیه اگه پسر بود اسمشو بذاریم بندیکت یا بل؟ اول از همه قطعاً پسره و دوم این که بندیکت خوبه. وقتی به گوشت میخوره انگار شاعری چیزیه. خیلی خوب باشه. خب نظرت درباره ساندرا و ساموئل چیه؟ لعنتی. آروم باش دیوی، تو از پسش برمیاد. نمیتونم. ای آروم باش. چیزی نیست برگرد عقب. من خوبم. بذار ببینمش. خدای من زخم شده. من باید این هواپیمای مسخره رو تعمیر کنم. خودمونو به یه پناهگاه میرسونیم باشه. خب چیزی هم پیدا کردی؟ نه. اون میتونه تعمیرش کنه، درسته؟ خب تو متخصص هوانوردی هستی، من از کجا بدونم؟ متنفرم از وقتایی که حق با منه. زود بشین حرکت کنه. لعنت بهتون. تقریبا تمومه. باز چی شده؟ نمیدونم، برای من مهم نیست. نه میدونم، میخوان بگن میشه پرواز کنیم. چرا هواپیما آماده نیست؟ هواپیمای دیگه. حالت خوبه؟ نه 3 دقیقه وقت داریم. صبر کن، تو 3 دقیقه چه اتفاقی میفته؟ نه تا موقع آماده نمیشه. دارن میان. من نمیخوام اینجا بمیرم، لطفا عجله کن. آره احتمالا باید با اون شروع میکردی. شاید، اما الانم خیلی فرقی نداره. 60 ثانیه آماده باشه. برو. کسی میتونه دعا کنه؟ ای پدری که میانه ما هستی. داری اشتباه میکنی. فقط برو. دعا زدنتون هیچ کمکی نمیکنه. باید بریم. زود باشین. خیلی کم گیرمون میندازن، باید سریعتر بریم، از پسش هم نمیایم. دارن به همون میرسن. نتونستن. دکمه قرمزه بزنش.
خودشه. خیلی خوب، خیلی خوب. از پاسش بر اومدی. تو تونستی. میتونم. خدای من. تونستی. آره. کارت خوب بود. کارت واقعا عالی بود. ببینم چی شد. نمیتونم نگهش دارم. یعنی چی؟ چی؟ یعنی چی؟ نمیدونم چی کار کنم. همه که علکه اینا فرود نهری هممون مردیم. چی؟ اونجا خیلی خوب، آروم باشی. داریم سقوط میکنیم. آماده این برخورد. تو خوبی؟ بهت که گفتم وقت بیشتری میخوام. خیلی خوب. دارمت. من خوبم، فقط بیاین بریم. اول باید یه جا پیدا کنیم که استراحت کنیم و غذا بخوریم. باشه؟ خوبم. خیلی خوب. خوبه، بیا بریم. از پرواز متنفرم. خیلی خوب. نقشه جدید. ما اینجاییم. رودخونه و کلونی اون طرف این تپه ها. نه یه جایی اینجا ها. میتونیم 2 روزه برسیم اونجا. مهمات 7 و 8. 7 و 8. خیلی خوب. بیایید یه کم استراحت کنیم. صبح اول وقت حرکت میکنیم.
هنوز از دستم عصبانی؟ چطور میتونم از دست عصبانی بمونم؟ مرغه. به به. شرمنده، گرسنم شد. ممنون. خیلی خوبه. صبر کن. برای تشکر. میدونی تو منو یاد زنم میندازی. وقتی یه حرفی برای گفتن داشت هیچ وقت نمیتونست قایمش کنه. یه چروکای دوره لبش میافتاد. گیر افتادم. میدونم به چی فکر میکنی. تو بهتر از ما میدونی چی برامون خوبه. ما به هم دیگه تکیه میکنیم. این تغییر نمیکنه. حتی اگه به شما کمک کنیم. اون قوی تر از چیزیه که فکر میکنی. آره. قضیه این نیست. پس چی؟ من مادرشو کشتم و برادرشو. چطوری میتونم براش جبران کنم جز این که مراقبش باشم؟ متاسفم، جدی میگم. ولی تو جونشم نجات دادی و همین کافیه. تو این دنیا کافیه. میدونی یه بچه‌ای بود 3 ماه بعد از شیوع پیداش کردم. جیمی. مادرش اینقدر حالش خراب بود که زمانی که وحشی ها میخوردنش حتی بیدارم نشد. ما نجاتش دادیم. بچه خوبی بود. یه بچه باهوش و در این حال حق باز و شیطون. هیچ وقت به حرفم گوش نمیداد. خب یه روز یه وحشی انگشتشو خورد و میدونی وقتی یه زخم به سیاه رگ نخوره چی میشه؟ چند روز طول میکشه تا تبدیل بشه. اون اولین آخرین کسی بود که دیدم مجبور شد تحملش کنه. من دیگه بعدش منتظر فرایند تبدیل شدن نشدم. و بعدش پاتریک اومد و سارا. بعضی وقتا فقط باید فرار کنی و نگران خودتون باشین. جو، لیندا. اون اولین باری بود که مرگ یکی رو دیدم به جای اینکه یکی دیگر رو از دست بدم. جس. اون زمانی که دیگه نتونست تحمل کنه یه تنابو گرفت و بعضی وقتا حس میکنم که فضاشو ندارم که همه این چهره ها رو تو ذهنم بذارم. مردن هیچی نیست.
دست دادن کسی که برات مهمه اون فرق داره. آره میدونی بعضی وقتا نیازی به فضا داشتن نیست. بعضی وقتا فقط باید بی خیالشون بشی و تو هر کاری تونستی کردی. کسیوس مطمئنم وقتشه بذاری اون روی پای خودش وایسته. نگران نباش، تو خیلی خوب بهش آموزش دادی. فقط بهش اعتماد کن. اون همیشه کنارته. اونا همیشه هستن. بابت هدیه ممنونم. حالا باید بریم یکم بخوابیم نه؟ فردا روز سختی. آره. رو این زمین ها کشاورزی کرده. حتما بقیه مردم نزدیکن. چی شده؟ حالت خوبه؟ خوبی؟ خدایا داری میسوزی. حالت خوبه؟ بذار ببینم. باید پانسمان تو عوض کنم. بس کن، من خوبم. ببخشید، معذرت میخوام. نمیخوام مزخرفاتتو بشنوم عوضی. کی میخواستی بهمون بگی؟ چیو بگم؟ چیو بگی؟ باید همینجا بکشمت. یه دلیل خوب بهم بده که چرا نباید دقیقاً تو همین لحظه به شلیک کنم. کسیوس یه چیزی پیدا کردیم. آره منم همینطور. الان میام. خودتو جمع جور کن. به این فکر کن چطوری دوست داری بمیری. فعلا میتونی تصمیم بگیری. شما کی هستید و چی میخواید؟ ابیگیل وایسا. ما چند تا مسافر ساده این، فقط میخوایم استراحت کنیم. اینجا چیزی نیست که بخواید ببرید. ابیگیل برگرد.
اسم من ابیگله. چند تا مسافریم، یه زن حاملا با همونه، فقط یکم کمک میخوایم. خیلی خوب، بیشتر از این جلو نیا. ما دارو لازم داریم و اینکه یه چیزی بخوریم. حتی اگه بهای منطقی هم پیشنهاد بدی حاضریم بپردازیم. خب تمام سلاحاتونو بذاری توی صندوق. تو هم همینطور. شما دو تا بیای تو نور که بتونم ببینمتون. نه همش. خیلی خوب، بهتر شد. ممنون. خب حالا میتونید بیایید. خب به خونه ییلاقی من خوش اومدید. خدای من، خدای من، از این نیست بگم که این روزا کمتر کسی به دیدنم میاد. آخرین بار کی بود؟ فقط خدا میدونه. تو برق داری؟ آره دارم، ولی زیاد نیست. فقط به قدری که برای تحقیقاتم کافی باشه. دانشمند چیزی هستی؟ آره هستم. من به عنوان یه مهندس فارغ التحصیل شدم. من و همسرم با هم تحقیقات انجام میدادیم. همسرت؟ کجاست؟ خوشبختانه کتاب زیادی دارم. برای خونه همه چیزو تهیه کردم. برقو برای حرارت زمین استفاده کردم که بهم آب گرم میده. آب گرم؟ آب گرم داری؟ آره، هر چیزی که بخوای دارم، به جز گوشت چون نمیخورمش. اما میوه و سبزیجات خودمو دارم. حتی یه مقدار نونم اینجا دارم. البته یه مقدار خشکه، اما طعم‌های قدیمی آره رو دستشون نمیاد. درسته؟ حالا زیاد بهش عادت نکنید وگرنه نمیتونم از دستتون خلاص شم. حالا منتظر چی هستید؟ بیایید بشینید. ببخشید منتظر موندید. خیلی خوب، این خدمت شما. نوش جان کنید. ممنون. نوش جانتون. سلام. سلام. حالت خوبه؟ آره. فقط یه وقتی از خودم میپرسم چطور قراره تحمل کنم. گوش کن. مطمئن باش همه چی درست میشه. خیلی میترسم. از وقتی اومدیم اینجا تکون خوردن بچه رو حس نمی کنم. بهم اعتماد کن. وقتی برسیم اونجا نمیتونی اون پسر کوچولو رو نگه داری. شایدم دختر کوچولو. شایدم دختر کوچولو. کاسیوس.
به هم قول بده هر اتفاقی برام افتاد مراقبش هستی. خواهش میکنم. قول میدم. ممنونم. به افتخارتون. خب اینم یه نوشیدنی مناسب برای مادر آیت. ممنون. و یکم نوشیدنی خونگی برای بقیه شما. خیلی سال خوبیه، بهش افتخار میکنم. خب تو چند وقت اینجا زندگی میکنی؟ من خب بیشتر از 20 سال. آره اول با همسرم، الانم که خب الان تنهام. آره خب شما چی دارید کجا میرید؟ میریم کلانی. ایده عالیه. آره از بیسیم هم هر چند وقت یه بار باشون حرف خب چرا پیش اونا نیستی؟ دانشی که داری تو کلونی خیلی به درد میخوره. نظر لطفت عزیزم، اما فکر کنم اینجا جا بهتر باشه. منظورم اینه که چطور بگم حتی قبل از اینکه تمدن به سمت نابودی بره، و این که خیلی از شهرهای پرجمعیت و اینجور مکان‌ها خوشم نمیاد. خب قبلا واسه اینجور کارا اینجور جاها میرفتم، اما زندگی واقعی اینجا دور از همچین چیزاییه. آره باهات موافقم. خب از حرفای من بعد برداشت نکنید. من با مردم کلونی هیچ مشکلی ندارم و مطمئنم که این روزا خیلی جای با آرامش خوبیه. فقط اون عادت خیلی شدید به چیزای قدیمی رو درک نمی‌کنم. منظورم اینه که حتی قبلا هم هرج و مرج بوده. ببخشید؟ بی خیال خودتون میدونید منظورم چیه. چطور به اینجا رسید؟ در واقع بیشتر از 7 میلیارد نفر به طور خودخواهانه میخوان پدر همو در بیارن و به عواقبش اصلا فکر نمیکنن. آخه اصلا قبلا آب و هوا و غذای کافی هم وجود نداشت. اما نه، حتما باید یکم از این میدوزیدیم، یکم هم از اون انقدر عوضی بازی در آوردیم تا به آخر زمان رسیدیم. و این موضوع رو میشد کاملا پیش بینی کرد. ولی بازم وحشتناکه. به نظر میاد نکته حرفمو نگرفتی. ویروس یه چیز کاملا بهشتیه و برای ما انسان هم خب فقط مرحله بعدی تکاملمون محسوب میشه. مرحله بعدی؟ متوجه نشدی؟ قوی ترین ها زنده موندن و دوستان من فقط قوی ترین ها باید زنده بمونن. به نظر بیرحمانه میاد. نگران من نباشین، من فقط نظرمو گفتم. خب یه دنیای خشن با یه دنیای خشن دیگه جاش عوض شده. انسانای مدرن جای انسانای غارنشین رو گرفتن. تکامل متوقف نشد، الانم متوقف نمیشه. چطور میتونی اینو با تکامل مقایسه کنی؟ زندگی به نظریه ها اصلا اهمیتی نمیده، مخصوصا نظر ما. بی خیال ما لیاقت این مجازات رو داشتیم، فکر میکردیم که بهترین هستیم، اما شکارچی که از منابع خودش استفاده میکنه، از بقیه دزدی میکنه، محکوم به نابودیه. تکامل همیشه به معنی تصحیح شدنه. انسانای مدرن خونخوار. یه جورایی احساس میکنم طرف اونایی. من فقط یه آدم واقع‌گرا هستم دوست من. خب همه تلاشایی که کردیم بی نتیجه بوده. هیچ کاری از دست ما بر نمیاد و تا چند نسل دیگه هم حتی اینجا نیستیم که اینا رو یادمون بیاد. از ساده‌لوحی متمدن تو چند لحظه، چند ساعت و چند روز برمیگردیم به غریزه حیوانات. ترجیح میدم بمیرم تا اینکه اینطوری زندگی کنم. نه همچین چیزی نمیخوای عزیزم. زندگی همیشه بهتر از درمان چی؟ باید یه درمانی باشه، درسته؟ نه متاسفانه درمانی نیست. لحظه ای که اون ویروس وارد بدنت میشه باید بهتون بگم که دیگه همه چی تمامه. میتونی به سرت شلیک کنی، اما چرا این کارو کنی؟ چون که اون زندگی نیست. و کی همچین تصمیمی گرفته؟ حتی انسان ها میخوان زنده بمونن. این خیلی ساده است و به این اتفاق میگن غریزه بقا. تو حالت خوبه؟ خوبم. نگران نباش، فقط باید یکم استراحت کنه و بعدش خوب میشه. بهت قول میدم که این ناراحتی رو بعدن حتی یادت هم نمیاد. میخواستم به همتون بازم نوشیدنی بدم، اما متاسفانه وقت زیادی برای من نمونده.
فکرشو میکردم. میدونی این چیه؟ خب بذار فقط بگیم که یه جور سوت سکه که فقط روی آلوده شده ها کار میکنه. پس سوال من اینه که تو چی هستی؟ ما کجاییم؟ از شونمون چی میخوای؟ فرکانس بیسیم آزمایش محرک 17. شرکت کنندگان 4 مسافر، 2 مذکر 2 مؤنث. وضعیت افراد رضایت بخش. های اینجا چه خبره؟ لطفاً به ما صدمه نزن. ما هیچ وقت بهت آسیب نمیزنیم. دیگه اهمیتی نداره عزیزم. من براتون برنامه دارم. چه برنامه ای؟ حتی منم نمیتونم بی خیال آزمایشات بشم. حالا یه سوالی دارم. کی میدونه این چیه؟ این مچبند کوچیک یه فرکانس صدا تولید میکنه که مبتلا شده ها نمیتونن تحملش کنن و اگه بخوام تغییرش بدم نمیتونن تغییر کنن. نیازی به حصار ندارم، به سلاح هم نیازی ندارم، هیچ محافظت دیگه ای لازم ندارم. میتونی بقیه رو نجات بدی؟ چرا بهشون کمک نمی چرا کنی؟ وقتی برنامه های دیگه ای دارم باید همچین کاری انجام بدم؟ تو واقعا یه روانی هستی. من میدونم به چی فکر میکنید. شما فکر میکنید من آدم بده داستانم، اما باید بهتون بگم که من صرفاً چوپان این دنیای جدیدم. دوران بشریت به سر رسیده دوستان. چه صفتاش راستی از اونجایی که پرسیدید نمیخواید همسرم رو ببینید؟ به هر حال باید بفهمم که شما چه کارایی ازتون برمیاد. به خاطر اینکه گازت گرفتن میپرسم. چی؟ نه چی به این میگی؟ یه شکست دیگه؟ چون باشید باید بریم. ابیگیل کلیده ماشین بردار. نه بسه تو خودت هم میدونی اون نمیتونه با همون بیاد. بذار الان کمک کنم. بهم بگو چرا باید بذارم بکشمش. بهم بگو دیگه. چون به ما ربطی نداره، هر روز نباید بریم. چی شده؟ کیسه یابم پاره شده. دماغمو شکوندی. این کمترین مشکلیه که داری یارو. بچه داره به دنیا میاد.
سخت بچسبین. اونجا نور هست. کلونی. همه بیرون. تیرم تموم شد. شما برید، من یکم وقت میخرم. چی؟ نه من همیشه کنارت میمونم. های برا زود باش. بدو زود باش. بیدار شو. آهای کمک. باید کمکشون کنی. فقط منتظر بمون. آهای کمک کنید. تو میتونی بخواب. نفس بکش. باید استراحت کنه. برید بیرون. کارت خوب بود پسر. گازتون که نگرفتن. نه. خیلی خوب. با این حال باید یه نگاهی بهتون بندازیم. بفرمایید. همشونو زدین؟ آره نگران نباش رفیق. جات امنه. به بندر پادشاه خوش اومدی. بندر پادشاه؟ عجب سگدونی. حواست بهشون باشه. حتما رئیس. همین کارو میکنم.
دیدی حق با من بود دوستم. زندگی همیشه بهتره. وایسا جلو نیا. من جورج هستم، رئیس کلونی. نمیتونم بگم چقدر از بودن شما خوشحالیم. فکر میکردیم جز ما و اون دانشمند روانی کس دیگه ای زنده نمونده. شما اهل کجایی؟ اون زنه مگان از یه کلونی خیلی دور اومده و ما همش در حال سفر بودیم. متوجهم. نگران گذشتتون نباشین. بعضی از آدمای اینجا نگرانن که با خودتون آلودگی آورده باشین یا تو خواب گلوشونو یهو پاره کنین. اما این حقیقت نداره، درست میگم؟ نه. البته که نه. به هر حال اینجا چیزی نیست که بخواین ببرین. شنیدم که شماها پاکین. شخصا خیلی خوشحال شدم که باید بهمون بریم، کمک زود کنین. باش. چطور دیگه برین استراحت کنین؟ روز سختی داشتین. کجا میری؟ میخوام یکم تنها باشم. الکی ول نگرد. صبح اول وقت میریم. اگه نخوام بیام چی؟ همیشه همینطوری شروع میشه بیگل. اولش همه چیز هیجان انگیزه، همه خوب رفتار میکنن، ولی بعدش مشخص میشه که اونا فقط آدمن. گوش کن. تو دیدی که مردا چطوری بی خیال. میتونم از خودم محافظت کنم. با این حال نمیمونیم. تموم شد و رفت دیگه. بحث تمومه؟ تو بابام نیستی، بهم نگو چی کار کنم چی کار نکنم. بخوام میمونم. تو این چند روز چند بار داشتیم به خاطر تو میمردیم ها؟ چون که برفم گوش نکردی. بهت که گفته بودم تنهایی بهتره. تنهایی برای تو بهتره. تو دیگه برای من اینطور نیست. حالا بچه خوبه، اما مادرش زنده نمیمونه. فقط چند ساعت وقت داره. میخواد با تو حرف بزنه. سلام. نگاش کن. خوشگله. سلام عزیزم. هوپ. اون به زندگیمون امید آورد. من میبینمش که رشد میکنه و تبدیل به یه زن قوی میشه. ولی اگه من زنده نموندم ازت میخوام مراقبش باشی، همونطور که مراقب ابیگل هستی. من لطفاً. میدونم که سر قولت موندی و اونو به یه جای امن آوردی. میدونم همه کار میکنی. فقط بهم قول بده. بهش یاد بده چطور رو پای خودش وایسه. لطفاً. قول میدم.
تسلیت میگم. اجازه هست؟ البته. یک کم دیگه برش میگردونم. باشه؟ خب نظرت درباره یه انتقام از نوع قدیمیش چیه؟ مبارزه کنید! خوشت اومده؟ خب چیزی که قراره نشونت بدم حسابی عقل از سرت میپرونه. ایده خوبی نیست. چرا مگه چیه؟ محافظ کوچولوی ماه. یه نقشه دوم. کل پناهگاهمون مینگذاری شده. محض احتیاط برای وقتی که وحشیا بیان تو. اما اینطوری که خودتون هم میمیرید. نه لزومن. اون چیه؟ قدیما یه سد بزرگ اینجا ساختن، واسه همینم زیر رود براش تونل زدن. سد هیچ وقت کامل نشد، اما تونلا باقی موندن و ما هم به پناهگاه وصلش کردیم. به پناهگاه وصله؟ محافظ دارن، امن هستن؟ البته که هستن. اون طرفش رو بستیم. اگه بهمون حمله بشه میتونیم فرار کنیم. وای. دقیقاً. نظرت چیه؟ تو و بابات پیشمون میمونین؟
نمیدونم. در ضمن اون بابام نیست. جدی؟ به نظر میومد که خیلی بهت اهمیت میده. این دور و بر همچین چیزی طبیعی نیست. صبح بخیر دوست من. فصل شکار فرا رسیده. باید عقب نگهشون داریم. صبر کن، خیلی دیره. مردمو ببر سمت تونل، ببینم نقشه دوم چطوری کار میکنه. برید یه جایی بلندتر پیدا کنید. شما بمونید اینجا پوشش بدید. تو چی؟ میرم کسیوسو پیدا کنم. برید کنار، کنار، برید کنار، برید کنار. های اون دختری که با اومد و دیدی؟ نه اونو بده من. گوش کن، مراقبش باش. مراقبش. برید کنار، کنار. تیرام تموم شده. لعنتی، منم همینطور. نمیتونیم جلوشون وایسی. همه فرار کنن. از تونل استفاده کنه اینا. برید سمت تونل. از کجایی پیرمرد؟ بیایید از اینجا بریم. ممنون. زود باش، برو. زمین. باید بریم. این سگدونی الان منفجر میشه. از جون ما چی میخوای؟ شما آدما نمیتونید سرنوشتتون رو قبول کنید و کسایی که وابسته‌ان خطرناکترن. به زودی همگی با هم توی یک دنیای امن قرار میگیریم.
نه نه نه. الان آماده ای؟ نه 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 امکان نداره. نه 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 لعنتی نه گور بابای تکاملت. فقط انجامش بده پسر. ابیگل زود باش، زود باش، باید بریم، زود باش. بودو ابیگل، بودو بیا بریم، زود باش. انجامش بده رفیق. هنوز نه. فقط انجامش بده پسر. اون دختره هنوز نیومده بیرون. اونجاست. 5 4 انجامش بده رفیق. خدا رو شکر. چیه؟ چیزی نیست. خیلی خوب، آروم باش، آروم باش. تکون نخور، بهش فکرم نکن. باشه، تکون نخور. خیلی خوب. الان خوبه؟ فقط سرایتو بیار پای. شمشیرت. نه. سرایتو بیار پای. من خوبم. باشه، خیلی خوب. خب الان چی کار کنی؟ یه خونه جدید منتظرمونه.